کتاب صوتی گاوی که خر شد، قسمت ششم. دل اندوهگین خود را با یک بیت سعدی خوش کردم و به مسیر خود ادامه دادم. سیر جمعیت پیاده روها لحظه به لحظه بیشتر می شد. گویا با دل خوش در این هوای خنک هوس قدم زدن کرده بودند. بعد از مدت قهوه خانه ای را پیدا کردم. غذای ناچیزی را با یکی دو استکان چای خوردم. سپس طبق معمول همیشه به یکی از پارک ها رفتم. تکه کارتن را زیر پایم انداختم و در پناه درختی دراز کشیدم. به علت خستگی زیاد خیلی زود خوابم برد. صبح هم پرتوهای غبار گرفته خورشید شیراز آنقدر تنم را گرم کرد که از خواب بیدار شدم. همانند مار یخزده‌ای که با حرارت جان میگیرد، پس از گرم شدن بدنم جان تازه‌ای گرفتم. با چشمان اشکبار در حالی که در کار خودم حیران مانده بودم از پارک بیرون آمدم. نصف نان سنگکی را خریدم و شروع به خوردن کردم، اما هنوز دو سه لقمه را کوفت نکرده بودم که صدای شکستن جسم محکمی را در دهانم احساس کردم. همانند صدایی که به هنگام شکستن چوب در لابلای دندانه های اره برقی شنیده می شود. اما متاسفانه این چوب نبود که شکسته شده بود، بلکه دو تا از دندانهای صدفی عزیزم بود که در اثر گاز گرفتگی سنگریزه های داخل نان شکسته شدند. در اینجا به یاد شعر سعدی افتادم که مبادا که از بد بدتر شود. خون از دهانم جاری شد. میخواستم خود را به یک لوله آب برسانم تا اثرات خون را از لب و لوچه هایم پاک کنم. تمام حواسم متوجه دندانهایم شده بود و درد و بیکاری و بیپولی را کاملا از یاد برده بودم. هنوز چند قدم پیش نرفته بودم که پایم در گودال کوچکی در مسیر عبوری که در لابلای چمنها ناپیدا بود فرو رفت. محکم به زمین خوردم. مچ پایم به شدت آسیب دیده بود، به گونه ای که برای لحظات بلند شدن برایم غیر ممکن شد. این وضعیت روح آزرده ما را بیشتر از پیش خرد کرد. با خود گفتم هر جا که سنگ برای پای لنگه. حسابی گریه کردم. هنوز اشک چشمان را پاک نکرده بودم که مرد قد بلند حدوداً 40 ساله با عینک دودی و لباس اتو کشیده مرتبی بالای سرم حاضر شد. از من پرسید چی شده جوان؟ من که منتظر همدم و همکلامی بودم شروع به صحبت کردم و بدون لحظه تنفس تمام جزئیات زندگیم را برای شرح دادم. غافل از این که در پشت چهره آراسته و ظاهر شیک این آدم گرگ طماعی پنهان است که البته این مطلب را بعداً فهمیدم. آن مرد گفت با من بیا. پشت سرش را افتادم تا به مغازه‌ای رسیدم که بر سر در آن نوشته شده بود املاک دوستی. از این اسم خیلی خوشم آمد و آن را به فال نیک گرفتم. برق امید در دلم جرقه زد و درخشید. داخل مغازه شدم و سلام کردم. شخصی که پشت میز نشسته بود سرش را بلند کرد و با کمال مهربانی و ادب جواب سلامم را داد. اشاره به صندلی کرد و گفت بفرمایید. من که حسابی خسته و درمانده بودم بلافاصله خودم را بر روی صندلی نرم و راحت مغازه انداختم. آن مرد نگاهی به من کرد و گفت محمود آقا، این بنده خدا خانه میخواهد، زمین میخواهد، مؤجر است یا مستاجر؟ تا محمود آقا خواست حرف بزند خودم گفتم هیچ کدام از اینها را نمیخواهم. من به دنبال کار میگشتم که محمود آقا ما را به اینجا راهنمایی کرد. آن مرد گفت آیا شرایط کار را هم به شما گفته؟ گفتم خیر، فقط همین طور گفته که صاحب مغازم احتیاج به یک کارگر دارد. در این موقع صاحب مغازه دستور داد یک استکان چای برایم آورند. برای حمایت از ما لطفاً کانال ما رو سابسکرایب نموده و زنگوله‌ای کنارش را هم فعال کنید تا شما اولین کسی باشید که از ویدیوهای جدید با خبر شوید. ضمن صرف چای نگاهی به دیوار مغازه انداختم که سر تا سر آن از نقشه های گوناگون زمین، خانه و باغ پوشیده شده بود. مرد صاحب مغازه با خوشرویی و چرب زبانی فوق‌العاده‌ای گفت تا به حال در اطلاعات املاک کار کرده اید؟ گفتم خیر، ولی خیلی زود هر کار را یاد میگیرم. گفت بسیار خوب، مهم نیست، اما مسئله مهم این است که ما حقوق چندانی نمیدهیم چون درآمد معینی نداریم. صحبتهایش برایم قابل قبول نبود چون با مبل‌ها و صندلی‌های گران قیمت مغازه شیک او جور در نمی آمد. تازه در مغازه اش آب سردکن و فریزر و کل خرت و پرت‌های دیگه هم وجود داشت. در این حال گفتم قبول میکنم.
او ادامه داد کار کردن در این مغازه اگرچه حقوق ثابتی ندارد اما مزایای دیگری دارد. اگر معامله انجام شد پس از برداشت مخارج روزانه و برداشت پول آب و برق و گاز و تلفن و چای و بقیه اقلام مصرفی از هر 1000 تومان 100 تومانش به شما میرسد. گفتم اگر معامله انجام نشد تکلیف من چیست؟ از کجا غذا بخورم؟ کجا بخوابم؟ او گفت در ابتدای کار مهم نیست. علل حساب روز 500 تومان به شما میدهم. وقتی که معامله انجام شد از سهم شما کم میکنم. و اگر هم معامله انجام نشد از پولی که به شما داده ام صرف نظر میکنم. اما مطمئن باش که در هفته حداقل 2-3 تا معامله انجام می شود و شما بی نصیب نخواهید ماند. قبل از شروع کار باید ضامنی را معرفی کنی که با اطمینان خاطر به تو کار دهم. گفتم من در این شهر غریبم و هیچ کسی را نمیشناسم. ضامن ندارم اما شناسنامه هم همراه هم است. کمی مکث کرد و گفت چون آدم سربراهی به نظر میرسی اشکال نداره. شناسنامه‌ام را به او دادم. پس از اینکه آن را خوب ورانداز کرد گفت بسیار خوب، همین شناسنامه کافی است. سپس با صدای بلند گفت گرگلی امیدی، شماره شناسنامه 134 صادر از کازرون. تمامی این مشخصات را در دفترچه دیگر یادداشت کرد. به او گفتم شناسنامه که پیش شماست، پس چه ضرورت دارد که دوباره مشخصات ما را یادداشت کنی؟ گفت از قدیم گفته اند که کار از محکم کار عیب نمی کنه. من هم چیزی نگفتم و تمام شرایطش را قبول کردم. ولی به او گفتم یک مشکل دیگه هنوز حل نشده. در جواب گفت چه مشکلی؟ گفتم در کجا بخوابم؟ صاحب مغازه گفت اگر مایل باشی می توانی در همین مغازه بخوابی. من هم یک توشک و لحاف برایت می آورم و در مغازه را از بیرون قفل می کنم. به ناچار قبول کردم چون جایی برای خوابیدن نداشتم. سپس گفت سواد هم داری؟ گفتم بله، در حدود 2-3 کلاس. گفت بسیار خوب، این کارت بنگاه را در جیب بگذار و این قلم و کاغذ را هم بگیر و از همین امروز کارت را شروع کن. به مکانهایی که ساختمانهای در حال احداث و یا تمام شدن است مراجعه کن. صاحبانش را پیدا کن و از آنها بپرس که این ساختمان فروشی است یا اجاره‌ای، چند متر است، زیربنایش چقدر است، چند طبقه است، چند اتاق داره، آخرین قیمتی که حاضر به فروش یا اجاره هستی چقدر است، شرایط مستاجران چیست، آب و برق و گاز داره یا خیر. حتما در مسیرتان چنین خانه ای را میبینید. آدرس صحیح و تلفن و مشخصات کامل مالک را در این دفترچه یادداشت کنید. ضمن یادتان باشد که پاک کردن شیشه ها و هدایت و راهنمایی مراجعین به مغازه هم به عهده شماست. گفتم باشه قربان. تمام شرایطش را از روی بیپولی و ناچاری و بیمکانی قبول کردم. تازه اگر 10 بیگاری دیگر را هم برایم ردیف میکرد باز هم قبول میکردم. زیرا مطمئن بودم این کار شرافتمندانه است و حداقل از همکاری با قاچاقچیان و دزدان و قماربازان و ویلگردهای خیابانی بهتر است. درست است درآمد آنچنانی و آینده امیدوار کننده برایم وجود نداشت، ولی همین که موقتا از بیکاری و ویلگردی نجات پیدا می کردم راضی بودم. بنابراین از آن روز کارگر آن بنگاه شدم و طبق دستور مسئول بنگاه به دنبال پیدا کردن خانه های خالی و فروشی و یا اجاره‌ای برا افتادم. با اینکه در این کار سررشته‌ای نداشتم و در ابتدا خجالت می‌کشیدم که زنگ منازل را به صدا درآورم و یا با غریبه های صحبت کنم، اما دل به دریا زدم و زنگ ساختمان نیمه تمامی که به نظر می‌رسید طبقه اولش خالی است به صدا درآوردم. مرد تنومند با قیافه اخم و درب را باز کرد و گفت با کی کار دارید؟ سلام کردم و گفتم ببخشید در اطلاعات املاک دوستی کار میکنم. میخواستم ببینم طبقه اول خانه تان را اجاره میدهید و اگر اجاره میدهید با چه شرایطی؟ گفت طبقه پایین دارای 3 اتاق و 1 سالن و آشپزخانه و حمام و تلفن و غیره به مبلغ 1 میلیون تومان رهن و ماهی 50,000 تومان اجاره. پرسیدم چه شرایطی برای مستاجرین میگذاریم؟ گفت یک کاسب معتبر، فرهنگی یا کارمند بانک باشد بهتر است. ولی یادتان باشد از 2 بچه نباید بیشتر داشته باشد.